مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 3 و 4 اپریل در دو صدمه در خوجند و مومن‌آباد 2 نفر، یک زن پیاده‌گرد 70 ساله و یک طفل 1 ساله هلاک شدند. از جمله روز 3 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 12:30 راننده افت-ماشین تمغه اوپل زفیر غایب جعفر سال تولدش 1986 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در راه ماشینگرد خیابان اسماعیل سامانی شهر خوجند از سمت چهارراه کوچه رحیمی به سمت پول کونه از سوی اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد حکیم و سنوبربای را سال تولدش 1953 ساکن شهر خوجند را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد حکیم و جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه جان داد. همچنین 4 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 2:20 راننده افت-ماشین تمغه اوپل زفیر بازاروف جلال‌الدین سال تولدش 1989 ساکن نویه مومن‌آباد هنگام حرکت در شهرهای مومن‌آباد کلوب ناگهان به قسمت قفای افت-ماشین تمغه اوپل استرا که تحت اداره شرافوف خورکش سال تولدش 1958 ساکن نویه مومن‌آباد قرار داشت برخورده است. در نتیجه مسافر افت-ماشین تمغه اوپل زفیر خورسول سیدزاده یونس سال تولدش 2022 ساکن همین نویه جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی قبلا خبر داده بود که شام 2 اپریل در بین همگی 1 ساعت در 2 صدمه نقلیاتی در جماعت رودکی نویه واسه و جماعت خیل ورد نویه بلخی 2 نفر به هلاکت رسیدند. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پر خطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.